امروز سر کار اصلا زانوم واقعا دیگه همون بریده بود، اصلا نمیتونستم بلند شم. پلی‌ها رو به زور اومدم بالا. خیلی بد بازم دردش گرفته؟ خیلی بد گرفته. فردا برو بیفت دنبالش عمل کن مجید، خطرناک ها. ایمان نمیشه، بذارنم ماه دیگه میشه. چرا نمیشه؟ تو برو وقتشو بگیر. ما خیلی بدهی داشتم، همون بدهی ها رو دادم. ایمان نمیشه. بیا اینو ببر بفروشش، هم واجب نیست یارو دست من انشالله که از این داستان خوشتون بیاد. واجب نیست یارو دست من انگشتر باشه. قربونت ببر بشم خود بذار خوب بشه، بعدم برای من بخری. فدات بشم راست میگم. نه برو بذار خوب بشه. من واقعا؟ راضی نیستم اینجوری اذیت بشی. به خدا قربونت برم، میخوری جبران خیلی میکنم بازم برای من